شما فکر میکنی خداوند خودش به انسان جون داده، هر وقت لازم شد میگیره، اما یه موقعی میرسه که انسان دیگه خسته است، نمیتونه منتظر بشه که خداوند به مصالح خودش عمل کنه، دیگه خودش رأساً عمل میکنه. به هر حال این همون چیزیه که بهش میگن خودکشی. بعدم باید پذیرفت که واژه خودکشی رو فقط برای فرهنگنامه که نیاوردن، که بالاخره باید یه جای کاربردی داشته باشه. کاربردش هم الان همینجاست. خود انسان باید تشخیص بده کاربردش کجاست. تصمیم گرفتم یه جوری خودم خلاص کنم از این زندگی. حالا دلیلش هم نه به درد شما میخوره، نه اینکه من میتونم بگم. اگرم بگم متوجه نمیشی، نه اینکه نفهمی، میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونی بکنی. شما میتونی با من همدردی بکنی، میتونی بفهمی من چمه، میتونی زبونی با من همدردی بکنی، ولی حسش نمیتونی بکنی. شما رنج خودتو داری، من رنج خودمو دارم. من میفهمم شما چته، شما میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونی بکنی. برای همینم از شما به عنوان یه مسلمان میخوام به من کمک کنی. میتونی این کار بکنی؟ من میدونم که خودکشی از گناهان کبیره است، اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه. خوبه؟ کافیه. آقای کسایی من میشنوید؟ به افراد بگین همونجا اطراف درخت استراحت بکنن چند دقیقه. فیلم برداری تموم شد. زیر درخت اطراف درخت استراحت کنن، بعدن فقط صدا میاد.